مصیبت جامعه ما همین است. وقتی میگیم قرآن را یاد گیرید، وقتی قرآن را یاد گرفتید به شما جن تاثیر نمی کند، بینایش چشمتون خوب می شود، ذهنتون خوب می شود. و حتی کودکایی هستند که نطقشان با قرآن خوب شده رفته است، کودکاتون خونتون به برکه می شود، فتوا رو شروع میکنن، نه فلانی حاجی فلانی کدام گفت که ما با کریلی خونیم هم خوب میشه ثواب میگیریم. بعد از این از قفای مولا دویده میگردن. آدمی که خودش قرآن عربی میخواند، اگر خودش هر روز یک ویردش باشد، یعنی یک مقدار قرآن خوانده رود، به وی نه جن تاثیر میکند، نه شیطان تاثیر میکند، نه چیزهای دیگر. که ما از این که قرآن عربی خوندن به عموما از تنبلی گردن ما یاری نمیدهد. فقط امیدمون به مولا هست که یک چیز شده مولا مرا جن خانه میکند و دم میاندازد و چیز دیگر. همین حالت خیلی گفتم اینقدر حتی مد شده است کی رو نفهمید میگوید. یعنی حتی